آمارهای موجود گواهی از این میده 22 میلیون مشترک برق تو کشور ما 3 برابر استاندارد جهانی برق مصرف میکنن که سهم مشترکای خانگی از این میزان 33%. مشترکین خانگی می توانند به راحتی با خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، استفاده از نور طبیعی در طول روز حداقل 20% از مصرف رو که معادل 12 میلیارد کیلووات ساعت هست کاهش بدن. حالا اگه مراکز اداری، تجاری، صنعتی و اماکن عمومی هم در کنار مشترکای خانگی چراغای اضافی را خاموش کنند، چیزی به اندازه تولید 5 نیروگاه 3000 مگاواتی در مصرف برق کشور صرفه‌جویی میشه. حالا با تمامی این اوصاف پژوهشگران اصفهانی توانستن حسگرهای هوشمندی را طراحی کنند و بسازند که این حسگرها میتونه لامپ‌های اضافه را به طور خودکار خاموش کنه. این گروه پژوهشی که تو شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان فعالیت میکنند، بعد از 8 سال کار مداوم ایران را هم تولید کننده کلیدهای هوشمند الکترونیکی در دنیا کردند. تونستیم یک نمونه از کلیدهای هوشمند برنامه‌پذیر رو آماده بکنیم و این محصول یه محصولی بود که میتونست با تشخیص حضور انسان و تشخیص نور محیط لامپ‌ها و روشنایی‌ها رو زمانی که لازم نیستند خاموش بکنه. یکی دیگه از ویژگی‌های این حسگرها تنظیم نور چراغ‌های محیط به اندازه نیازه. اینا یه سنسور تشخیص حضور انسان دارن که تشخیص میدن که یک فردی توی این فضا وجود داره و یه سنسوری هم دارن که تشخیص نور میده که وضعیت نور رو میسنجه. ما بر اساس تنظیماتی که انجام میدیم این شرایط رو با هم میسنجه و فرمان روشن یا خاموش شدن لامپ صادر میکنه. مثلا خودمون ما تنظیمات رو باید موقع نصب انجام بدیم. آقای نادریان که مهندس طراحی صنعتیه، این کلیدای هوشمند را با کمک 4 دانشجوی رشته الکترونیک، مکانیک و برق طراحی کرده و ساخته و اونها با همکاری یکدیگه مدام در حال بروز کردن تولیداتشونن. طراحی محصولات ما بگونه است که اعضای تیم ما از جدیدترین روش‌های طراحی و تکنولوژی طراحی استفاده می‌کنن برای اینکه بهترین محصولات ما بازار بتونیم ارائه بدیم. حتی اگر ما محصولاتمون کم بتونه به فروش بره، ما سعی می‌کنیم که بهترین نرخ از دانش تکنولوژی استفاده بکنیم. مثلا تو این قسمت ما می‌تونیم بخش طراحی یه محصولی که الان داریم آماده می‌کنیم که حالا در چند وقت آینده می‌تونه وارد بازار بشه. کلیدای هوشمند ساخت ایران با استانداردهای جهانی تولید میشه. برای تست کنترل کیفی محصولات ما از یک نرم افزار خاصی استفاده می‌کنیم که این نرم افزاری هست که توسط اعضای تیم طراحی شده. ما از زمانی که تونستیم این محصول رو این نرم افزار رو آماده بکنیم از نظر کنترل کیفی موفق‌تر بودیم و محصولاتمون کیفیت بهتری نسبت به گذشته دارن. قیمت این کلیدهای هوشمند که به تولید نیمه صنعتی رسیده 1/10 نمونه‌های خارجیه، یعنی حدوداً 18000 تومان. در مجتمع فولاد مبارک شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، شهرداری اصفهان، بعضی از هتل‌هایی که توی اصفهان هست، منازل مسئوله مختلف نصب شده که الان یکی از این مراکزی که نزدیک محل ما هست مراجعه می‌کنیم و عملکرد این کلیدها را از نزدیک مشاهده می‌کنیم. الان در یکی از مراکز اداری هستیم که از کلیدهای هوشمند روشنایی استفاده شده. این کلیدهای هوشمند روشنایی در حالت عادی تنظیماتش جوری بود که در مواقعی که هوا تاریک میشه و کسی وارد این فضا میشه لامپ روشن میکنه و بعد از تأخیر زمانی لامپ خاموش میکنه. اینجا یکی از آپارتمان‌های مسکونی هست که کلیدهای هوشمند روشنایی الان نصب شده توی راهروها. به محض اینکه یه نفر وارد میشه لامپ روشن میشه و حالا تا زمانی که در این فضا قرار داره لامپ روشن میمونه و بعد از خروج حالا اگر از پله‌ها بالا بره بعد از تأخیر زمانی خاموش میشه یا اینکه از آسانسور بخواد به طبقات بالا بره لامپ خاموش میشه. به جز مراکز علمی، وزارتخونه‌های نیرو و کار هم طرح تولید چراغ‌های هوشمند را تشویق کردند.